استعمار در لغت به معنای تسلط مملکتی قوی بر کشوری ضعیف با قصد استفاده از منابع طبیعی و نیروی انسانی افراد آن با تظاهر به منظور آبادی و رهبری مردم آن به سوی رشد و توسعه. فکر میکنم از این زیباتر، اگر هر کلمش، اگر هر واژه‌اش شما اگر توجه کنید، از این زیباتر و دقیقتر من بیان نیافتم. یعنی استعمار وجود دارد، اما هیچگاه از جانب اون کشوری که بانی استعمار است و مسبب این استعمار است، هیچگاه این کلمه صدا داده نمی شود. نه اینکه صدا داده نمی شود، بعد گفته هم می شود که ما اصلا برای نجات آمدیم. یعنی همین شعار دارن و این به این خاطر من بسیار پسندیدم و برای شما گفتم. شما فکر میکنید که وقتی که اسکندر به ایران و به مصر هجوم کرد، حمله کرد، گفت که میخوام شما رو بکشم، زنای شما رو اسیر گیرم؟ گفت نه، من شما رو آمدم که از جور فلانی ها نجات دهم. یا وقتی که مغول چنگیز خان آمد، در تواریخ دوره مغول ثبت است که میاد میگفت که من آمدم شما رو از این سلطان محمد نابکار که همه روزگاری شما رو برباد و دست نجات دهم. حتی وقتی بغداد فتح میکردن، بغداد میگرفتن و اون خلیفه رو برانداختن، بازم گپشان همین بود که ما میخوایم شما رو از ظلم این. یعنی این یک چیزی ثابت و مسلم تاریخ است که همیشه شعار این است، اما تظاهر دیگر است. و شما اینجا اشاره زیبا فرموده، در واقع در دنیا که بیشتری کشورها شما میدونیم که عصر 18 و عصر 19 میلادی زمان استعماری بزرگ بود تا تقریبا پایان جنگ دوم جهان که بعد این آثارش برهم خورد. و استعمار با اعلامی یا که با اعلامیه یا با بستنی یک قرارداد، وقتی یک کشور میگه تو استقلال پیدا کردی، به دست نمی آید. و استعمار با همون روزی که رخت بربست، اون تاثیرش همین خیلی نمیماند. چون شما میدونید که هر کشوری که ما به استعمار مینامیم حداقل 100 ساله، بعضی کشورها بیشتر 100 150 200 تا 300 سال هم هست داره. و در این 200 سال، در این 100 سال حتی 4 نسل با تفکر استعماری به دنیا می آیند، پرورش می یابند، رشد میکنن و از دنیا می روند. به این خاطر مبارزه بردن با این خیلی دشوار است و تنها کشورهای موفق می شوند که برنامه درستی کاری داشته باشند و هدفشان هدفی زدودن استعمار باشد. و من نمونه 2 کشور میگم که امروز تقریبا 70 سال مقدم اونها این استقلالی واقعی را نداشتن، 75 تا 80 ساله، که نمونهش یکی چین است و یکی هند است. 2 کشوری که از استعمار، از گرگ استعمار، از این زال استعمار رهیدند و از بس که برنامه بسیار موفق و برنامه‌های بسیار دقیق داشتند، اینها همون آثار زدودند، هم از یک کشوری وابسته به کشوری ابرقدرت و به کشوری تاثیرگذار. و میدونیم هر 2 کشور تا گذشته از اینکه اینقدر نفوذ زیاده از نگاه مردم و جمعیت دارن، این چنین قدرت‌های هسته‌ای جهان هم، قدرت‌های حتی اقتصادی جهان هم هستند. و یکی از سر موفقیت این کشورها همین برنامه درستی برآمده شده استعمار زدایی است. و ببینید 70 اند سال میگذرد از استقلال چین، از استقلال مثال هند، بعد این قدر سال آمده میگه که نه، حتی نامی که یادگاری زمان استعمار است، این نام نامی بیگانه است که بر ما گذاشته، من از این نام دست میکشم.